سرخط خبرها. رقمی که سگایتان در مجازی میره هم گفته دره ترکمن گفته شفیر گفته بچه شفیر شما عکس بالا کردیم عکس شفیر شما بالا کردیم رهبر شما توین کردیم کل کار شما کردیم حال دلت از کل چیز در سر ما بندازی بگی شارمین کده بدر توهین نکنین ما هم توهین نمیکنیم اینمی صدای اروپا سلوگن داشته پیش ما ما 11 سال سیکو آن مامان کمان ازاره تا چکرین هسته اونمو کاکانور زیر لایفایم در فیسبوک 11 سال قبل فامید شاگردایم بوده کلشان من نمیخوایم من میگه پارا بذارم آقا به سمت ما به منطقه ما کار نگیرین ما اگه یک روز لایف آمدم شما رو توین کردم بگه یک الهی یک چیز است هر چقدر خواستی توین کردم شما بفرمین اگه مال عکس شفیر برعکس بالم زب در بذارم شما جناب ولی چی کرده میتونی اگه در ظلمهی باشه عکس برم زردر کنین ما مانمو رقم سرمون ناموس علی پورتان کوارو سرمی کل بیسو ما اگر آمدیم سر ناموس شدید کار میکنیم تو مردی کار چی میکنم شارمین سکو همیجا گپ خلاص شد وقتی مذرت خواهی کردن دیگر کردن اینمی خلاص شد نه خود ازی گیر دادم میگه نه بس از دیگه شش ماه پیش آورده ما آمدیم با میگم از ما کده کلانتر مذرت خواهی هم کدم بازم آمده میگه این قمورتن 130 نفر نظر یک دیگر یک منطقه دیگر میلگونه نه اول یک ماه دیگه فریاد یک ماه دیگه بلبری صحبت میکنی شما با عزیز تو داری دمه میگی اگر دوزت فلان تو داری تخریب شخصیتی ما رو میکنی دلایل اصلا ببین آقای شارمین شما خط به سرخ متش نزن ما کار نداریم ما بیدر جناب شارمین نمیدانم چرا فکر میکنید که اگر همین گپ میزنه که فردا دو نفر تو رو توبیخ میکنن ببین شارمین من خود نوکر بسته هزاره هستم ایمان نداره که تو بگو تو الان مرا میگه که بسته علی پول تا به اصلا این مسئله بیسود این دواستین تو هست در او شوا میکنه خب اگر او رقم باشه در بحث در مجازی دیگه کردن پلوف که ما اگه نمال امال مقص بانم تو با ما چی کرده میکنی هیچ کار کرده نمیکنی تو هم امی ذهنیت داری ببین هر سیکو ایستا فلان نه با گردن پلوفتی با ما صحبت نه با خدا قسم سیکو قسم با الله زنده کل پنشیرش کتمه زده زنده پنشیر ما دزانو کشاندم زنده اوغان و سعید تا ما دزانو کشاندم امید یا نه کتمه زده نتونسته ما فقط در ملت بیسود اینمی پیام دارم آقا و در ترکمن با سردار ما با بزرگان ما توهین نکنید ما کارتان نداریم هر پیره که بخواین تخریب شخصیتی کنید بزرگای ما رو اونم رقم تخریب میشید توهین کنید توهین هستید جنگ و زدن و جزگری باشه که از ما کده جزگر هم دم کل تیک تاک نیست زدنی هم دم کل تیک تاک نیست احترام کنید احترام میکنیم اینا دیگه چی میخواید اون وقت آقای شارمین شمال این بحث مو تا اینجا خلاص همین مگه زدنی نیست در دنیای واقعی اینه قدر میتونی خود نشان بدی با خدا قسم هر روز مدشاره به حضرت عباس که از او چیز بالاتر نیست ما یک آدمی هستم که وطن شور چی کنم من در جرمنیم در شور ما امام هم دوست دارم خدای هم دوست دارم یک فرد به شدت خدا ترسم هستم ولی از بندش خو که گفتم ملکه انگلیس هم باشه سر قدم پلیس 6 دفعه رفتیم قدم پلیس همین مملکت همیجا گپ خلاص میشه فریاد عزیز شارمین عزیز همیجا آقای آزادی آمدیم معذرت خواهی کردیم آقای طرفدارای مرا میگه که تو کسی اگه تو کد فلان کد روی نقطه سرخای ما دست میمونه هیچ کس کار نداشته باشه هیچ کس